جان علاقمندانشان تمامشان منتظر ما باشن. را فراموش کردین. ما هم اینجا دو مهمان بسیار نازدانه و نازنین در کنار خود داریم. دو هنرمند بسیار خوبه، اسما جان وصال و رامز جان نسیمی را با خود داریم. شما را هم خوش آمدید میگم. در مجموع همگی خوش آمدید میگم و عیدتان براتون تبریک میگم. هم زنده باش. اسما جان تبریک. عید خودت تبریک. ما عید از طریق تلویزیون خورشید به تمام بیننده های تلویزیون خورشید و مردم افغانستان تبریک میگم و به شما همچنان تبریک باشه. تشکر. عید شما هم مبارک. شما رامز جان تشکر. ما همچنان به نوبه خود عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاضرین در مجلس و خدمت تمام بیننده های عزیز. عید برشان تبریک میگم و به امید از اینکه عید به خوبی و خوشی سپری کرده باشن و باقی مانده عید هم به خوبی سپری کنن. تشکر. رحمت جان میگه آب در کوزه و ما آتش لبان میگردیم. من خبر شدم که رامز جان همکار بسیار خوب ما روی آوردن به هنر موسیقی. برام جالب بود که بسیار وقتا ما و شما به یک آوازخوان احتیاج پیدا میکنیم، از دیگه هنرمندا خواهش میکنیم بیاین دعوت میکنیم در برنامه ما سهم بگیریم، اما خبر نداشتیم که ای آب در کوزه خود ما هم است. رامز جان همکار ما هستند در بخش تکنیکی در تلویزیون خورشید کار میکنن. بسیار خوش شدیم از اینکه شما رو در کنار رامز جان خود نه رو با موسیقی آوردن، یک چند کلیپ هم دارن. یکی از همکارای دیگه ما فواد جان هم در کوشش عزیز بله که با آینده بسیار نزدیک فواد جان هم یک ویدیو کلیپ خود آماده میکنه. چی نظر داری فریبا جان اگر همکارا موفق باشن که یک آهنگ از اسما جان وصال بله گپ بسیار خوب و شروع خوب، امیدوار هستم به برنامه امروزی ما باشه. باز بعدا ادامه میدیم. بله صحبت. تشکر. سوالات زیاد است. چطور است خانم فریبا که در این بخش برنامه یک آهنگ مقبول و شاده بله از آوازخوان بسیار خوب ما که تازه گام به هنر موسیقی ماندن و همکار بسیار عزیز ما رامز جان بشنویم. رامز جان آماده هستین؟ آماده هستم. بعدا صحبت های با شما خواهد داشتیم. مایک بگیرین بفرمایین. اجازه کنم. بفرمایین. چشمان قشنگت نیلی نیلی چشمانت ناز کبروانت نیلی نیلی چشمانت ناز کبروانت
زندگی بنازم با عشق پاک این زندگی بنازم نیلی نیلی چشمانه ناز کبروانه نیلی نیلی چشمانه ناز کبروانه دل مرا بردی تو با دو چشمان قشنگت نیلی نیلی چشمانه ناز کبروانه نیلی نیلی چشمانه ناز کبروانه رامز جان یک دقیقه آهنگ بسیار زیبا. خوشی نیلی جان نیلی چشم. باش که بیایم امرایی کنم نه رامز جان ولی نیلی نیلی چشمانتی چشمانی کی نیلی است از ما از خودت است کی خودش خودم میشناسه. خودت میشناسیم میگن نمیشناسم نمیشناسه. خوب است برو معرفی رامز جان بشیم. میشی در جایت تشکر. ببینیم که خوشی جان چی سوال ها داره دوستانو یو وخت د شنو سترګو بازار ډیر سخت ګرم و بیا تو اوله کې د تور سترګو بازار ګرم و بیا د شنو سترګو بازار ګرم شو اوس نو د نیلی سترګو لپاره سندره ویل شو. به یاد دارین فریبا جان یک وقت چشمان بله، سیاه چشمان سیاه، با چشمان چشمان آبی آبی. شد باز دیگه حالا بله. نیلی نیلی چشمانه. یک گپ جالب برای من این که یک چشم دیگه یکی از آوازخوان‌های عزیز ما خوانده بودن چشم گلابی. گلابی ما بار اول بود که شنیده بودم. بسیار جالب بود لنز برای گلابی مونده پیش رفته همه چیزا که رنگ چشم آدم میتونه تغییر میده. رامز جان بسیار جالب است این که همکار ما بودی در یک دفتر کار میکنیم اما ما خبر نداشتیم که آوازخوان هستی. از چه زمان روی آوردی به هنر آوازخوانی و کی تشویقت کرده ایرا؟ تشکر فریبا جان. از ما تقریبا مدت 2.5 سال میشه که به نه، به خدا. آوازخوانی رو آوردیم بله. و از دوست محترم استاد عبدالمجید سپند آها بسیار سرشان خوب. بله. آموزش موسیقی رو میبینم و اینکه شما ما رو نمیدین دیگه. متاسفانه دیگه کلگی مصروف است و چی آواز گیری و مقبول دارین یک گری در گلوتان دیده میشه در حنجره واقعا آوازتان مقبول است. بله. امیدوار زنده هستم باش. پشتکار داشته باشین ایرا را پیش گرفتین کوشش کنین که نزد یک استاد قسم که شاگرد هستین زیادتر ادامه بتین و از اساسات موسیقی بیاموزین. بسیار تشکر. تشکر. من یک آهنگ دیگه هم میشنم بله بعدا. خانم فریبا جان. بفرمایید.